این توقی رو من با نرخ 70 سومونی خریداری کردم. اگر شما میخواهید ارزانترش را هست ولی با صفت پستر. دوستان عزیز، 9 نوامبر روز جهانی صفت است. بیاید از ساکنان پرسان میشویم تا چه اندازه از صفت مال و محصولات راضی هستند. ما همش ای ازبکستان میه، ای ترکیه میه مثلا. مالایی که مثلا تجهیزش ای ازبکستان چیه یو؟ انا 500 سما داره مقصد، 700 سما داره مثلا. صفتای هم مثلا. هم محصولاتای ما صفتش نقص بازار به همه میرم بگه همین وایسا کم میکنم قیمق و همش نویستگی مخلط به استفاده برده شود میشد وقتش به عوض میکنن خدا بشکر. در شهر بختر یعنی که خوب هستم اگر که ما نسبت دیگر سال گذشته این سال را نظر است یا مقایسه کنیم بیشتر است خوبتر است. محصولات خوراکی یعنی که در درجه عالی، اگر در درجه عالی که نباشد ما خریداری نمیکنیم. هر یک شخص میبیاد یکم صفت طلب میکنه، صفت که نباشد باید نمیخرم. سطح صفت محصولات سوزن برداشتن. هست صفت نقص هم است، خوب بد هم است. صفت میونه. صفت های عالی داشتن؟ عالی هم داره. شما قناعتمند هستید از صفت های مال و محصولات های امروز؟ حتی کودک چی فرق داره؟ کودک قیمت چند بخره یا هفته یا ماه میبره، ارزان چند بخره میبره. صفتش خیلی نقصه، بهتره. یگان بار صفتای بزیب نخریدم. همین سراکاش نگاه کردم میگیرم، سراکاش اگر یک روز دو روز ماندگی باشه نمیخرم. همین سراکای نوش میگیرم. ده مثال امروزه باشه یا دیننگی باشه میگیرم. همش خوبه. همش خوبه. شما این حال چی خریداری کردید؟ چی خرید؟ تون خریدیم. یگان چیزی خانگی ها من بچه ها کودک ها برنج سبزی صفت نقضش اگه همش صفت های خوبه. بازار ما بازار ما هم کوشش میکنیم که صفت خوبش خریداری کنیم. صفت بزیبش هم بگیریم برای سلامتی زلال میکنه. چیکارش میکنیم؟ هر از نظر با دیگر کشورها ما خیلی قناعتمندیم. کمی گران است. کمی گرانتر است. نظر با دیگر شهرها دیگر گرانتر است. ما خواهش میکنیم که همه چیز تلفظ یابد و با ارزانی مکمل شود.